دختران فراری به دخترانی گفته می شود که به دلایل مختلفی از خانه و خانوادهشان فرار می کنند و به جامعه پناه می برند. به گفته مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی در ایران، حدود 80% دختران در 24 ساعت اول بعد از فرار مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه‌ای است که بیشتر از نوجوانان و جوانان سر می‌زند. گزارش سازمان بهداشت جهانی حاکی است که در جهان سالانه بیش از 1 میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار می‌کنند که 60 تا 70% این افراد شامل دختران و 30 تا 40% از آنها در بین پسران رخ می‌دهد که با توجه به پیامدهای آن یکی از آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی جامعه شناخته می‌شود. آسیبی که می‌تواند بهداشت روانی فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. موقعیت سنی دختران فراری در ایران که معمولاً در گروه سنی 14 تا 25 سال قرار دارند، نشان دهنده میزان آسیب پذیری، احتمال بزهکاری، بزهدیدگی و یا قربانی شدن در برابر سوء استفاده های جنسی از آنها می باشد. تحقیر، تبعیض، از هم پاشیدگی ساختار خانواده در اثر طلاق و مشکلات حاد اقتصادی، خلأ عاطفی موجود و ناتوانی والدین در نظارت همه جانبه و صحیح بر فرزندان این مسئله را تشدید می کند. پدیده دختران فراری در تهران و شهرستانها رو به افزایش چشمگیری دارد، اما این معضل اجتماعی به ویژه در شهرهای مذهبی و اطراف حرمها و زیارتگاه‌ها به طرزی چشمگیر خودنمایی می کند. بر اساس گزارش محرمانه‌ای که چندی پیش از سوی معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد، علاوه بر افزایش بی‌سابقه تعداد، کاهش متوسط سن دختران فراری در ایران همکنون به حداقل 9 سال ذکر شده است. در کشورهای اروپایی و آمریکا دخترانی که به هر دلیلی از خانه‌هایشان فرار می‌کنند به طور خودکار تحت حمایت بنیادهای حمایتی دولتی و نیکوکاری مردمی در می‌آیند و به مکان‌های امن زیر نظر روانکاوان و متخصصان حمایت از زنان منتقل می‌شوند. در ایران اما به خاطر جرم بودن اصل قضیه، دختران که جایی برای پناه بردن ندارند اکثراً به افراد غریبه متوسل می‌شوند که در اثر این موارد مورد تجاوزات پی در پی قرار می‌گیرند و نهایتاً جذب باندهای فساد داخلی و خارجی می‌شوند و با این شرایط در صورت دستگیری این دختران در بعضی از موارد به زندان راه پیدا می‌کنند و در مواردی هم توسط مقامات قضایی به خانواده‌هایی که به دلایلی ازشان فرار شده بازگردانده می‌شوند.